بریم برای خورد کردن سردست. این سرسینه رو اول جدا میکنیم به این طریق. برای آبگوشتی و این دنده سپس میریم برای ماهیچه. جدا کردن ماهیچه به این صورت. قده وسطش کف دست. پارو وسط کف دست به این شکل در میاریم. این بغلای استخون رو دقت بکنیم، قشنگ خالی میکنیم به این شکل. و آخر سر این از یادتون نره همکاران، دوستانی که این ویدیو رو دیدن به خورد کردن سردست گوسفندی از 1 تا 100 10 میگن.